همه تصور میکنند برای داشتن یک فن بیان خوب باید یک صدای پرطنین و پرحرف داشت. اما خیلی وقتها فن بیان خلاصه میشه فقط در انتقال مفهوم و معنا بدون بیان کردن کلمات. I think these problems are important because they are related to some other problems. Even if you are interested in higher dimensional manifolds, one way of dealing with them is trying to find some nice surface inside of them. You end up learning a lot about other spaces and properties of other actions, so it gives you a lot of information. It's not only the question. بعضی ها با کم حرفی، بعضی ها با سکوت، نگاه و آرامش مفهوم کلامو میرسونن. اصلا حرف میزنن. MG, which is the moduli space of, say, hyperbolic surfaces, or if you prefer, complex curves of genus G. که مریم میرزاخانی یکی از همون بعضی ها بود. Mariam Mirzakhani wasn't afraid to blaze trails. When she was a high school student in 1990s Iran, no woman had ever competed in the Iranian Mathematical Olympiad. هر چقدر که شما بخوای بیشتر صحبت بکنی و از دایره لغات اطرافت تا میتونی بهره مند بشی، میشه گفت که دقتت در بکارگیری کلمات خیلی میاد پایین‌تر. فن بیان یعنی سنجیده سخن گفتن، نه فقط و صرفاً سخن گفتن. Very sensitive if you change the angle a little bit, if you move your point a little bit, the long-term behavior of the trajectory will change, can change dramatically. شما نیازی ندارید برای رسوندن مفهومتون، برای حرف زدن فضا رو پر از کلمات بکنید. میگفت من راه حل خاصی ندارم. این کار به گم شدن توی یک جنگل میمونه. آدم باید از همه دانش و شانسی که داره بهره بگیره تا از این جنگل فرار کنه. یه وقتایی کافیه از زبان بدنتون، یعنی همون مهارت‌های غیر کلامی استفاده کنید و بیشتر فکر بکنید و سپس صحبت بکنید. ارتباط چشمی، زبان دست‌ها، زبان چهره، زبان بدن، حتی طرز نشستن من، طرز ایستادن من میتونه معنای آن چیزی که در ذهن من هست رو به شما برسونه و نیازی نیست من حتما برای گفتنش لب وا کنم. 3 درس خیلی مهم که میتونید از مریم میرزاخانی بگیرید اینه که صدای آروم هم اگر پرقدرت باشه میتونه تأثیر بذاره. حنجره ما باید به ذهن و قلب ما وصل بشه و محتوای عمیق به صدای من عمق میبخشه. جان سخن، اگه فکر میکنی باید فریاد بزنی تا صدات شنیده بشه، یه بار با سکوت حرفتو بزن. حالا تو چی فکر میکنی؟ یه صدای آروم میتونه جهان رو زیر و رو کنه؟ اول سابسکرایب کن و بعد از اون نظرتو برای من بنویس. زادروز او یعنی امروز روز جهانی زن در ریاضیات خوانده می شود. مریم میرزاخانی در 40 سالگی در شمال کالیفرنیا درگذشت.